سلام. در ویدیو قبلی گفتم اگه تصمیم داری وارد کننده بشی، ابتدا کالاهای وارداتیت رو انتخاب کن. بعدش تامین کنندت رو پیدا کن و یه قرارداد خوب باهاش در فاکتور ببند. حالا که فاکتورتو نهایی کردی، موقعشه که واریز پولت رو انجام بدی. برای انتقال پول 2 تا روش وجود داره. روش اول حواله رسمی که در اون چون نیاز به ثبت شرکت و کارت بازرگانی هستش، من از این موضوع رد میشم. اما روش دوم حواله غیر رسمیه که توسط شرکت ها و صرافی های معتبر انجام میشه. ما در این ویدیو در مورد این روش صحبت میکنیم. قبل از واریز باید نرخ حواله رو به دست بیاری. نرخ حواله هر روز تغییر میکنه و گهگاهی هم در روز چندین و چند بار تغییر میکنه. مثلا قیمت یوان امروز 16200 تومان بود، ولی دیروز با 16100 تومان هم حواله میزدن. حالا فرض کنید یه فاکتور دارید 10000 یوان، میخواید حواله بزنید، به صرافتون زنگ میزنید و 16200 نرخ حواله رو بهتون میده. شما باید 162 میلیون تومان به حساب صرافتون واریز کنید. یه نکته خیلی مهم اینه که نرخ حواله ها بین صراف ها فرق میکنه، ولی شما برای انتخاب صراف مناسبتون نباید به نرخ ارز توجه کنید، به اعتبار و مطمئن بودنش باید توجه کنید، وگرنه به دردسر میافتید. چون امکان داره کلاهبردار باشن و یا حواله غیر تمیز بزنن یا کازینویی براتون بزنن. ما در دیتا واردات برای مشتریانمون صراف‌های مطمئن رو معرفی می‌کنیم که با خیال راحت حواله تمیز و با نرخ منصفانه بزنن.